سلام دوستان عزیزم، به تیچرز کوکینگ خوش آمدین. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. ویدیو امروز ما پخت ماهی رول هست. ماهی دارای خواص بسیار زیادی هست، دارای مواد عالی بسیار زیادی هست. از جمله مواد عالی که در داخل ماهی وجود داره پروتئین، اسیدهای چرب و امگا 3 هست. امگا 3 موجود در ماهی باعث کاهش تریگلیسیرید خون و تنظیم فشار خون میشه، باعث سلامت قلب و تقویت حافظه و تقویت پوست و استخوان میشه و هضم بسیار آسانی داره. اگر شما همین غذای خوشمزه و پرخاصیت رو دوست دارین با ما همراه باشین، لایک و فالو یادتون نره و اگر هم دوست داشتین میتونین برای دوستانتون هم ارسال بکنین. اگر شما هم مثل من ماهی دوست ندارین میتونین ماهی رو به این روشی که براتون پختم بپزین و از خوردنش لذت ببرین. در ابتدا سیر رنده شده رو در داخل روغن کاملا تفت میدیم. پس از تفت دادن سیر ادویه‌هایی رو که در داخل کپشن براتون نوشتم در داخل روغن تفت میدیم. سپس پودر گردو اضافه میکنیم. پس از اضافه کردن پودر گردو کمی نمک و رب انار اضافه میکنیم. سپس سبزیجات معطر اضافه میکنیم. کمی آب لیمو و زعفران به مواد اضافه میکنیم و اگر هم دوست داشتیم میتونیم چند تا دونه آلو خورشتی هم به مواد اضافه کنیم. مواد رو کاملا با همدیگه مخلوط میکنیم و حدود 10 دقیقه روی حرارت تفت میدیم. مواد رو کنار میگذاریم. یک ظرف بزرگ پر از آب ولرم میکنیم. نمک، زردچوبه، فلفل، پودر سیر، کمی آب لیمو، چند تا دونه برگ بو به آب اضافه میکنیم و کاملا مخلوط میکنیم. سپس ماهی هایی رو که از قبل پاک کردیم و شستیم در داخل آب قرار میدیم حدود 1 دقیقه. بعد از 1 دقیقه که ماهی ها در داخل آب طعمدار قرار گرفت ماهی ها رو از آب بیرون میاریم و دو طرف ماهی رو تمر هندی آب شده، صاف شده و یا زردچوبه میمالیم. دوستان توجه داشته باشین اگه تمر هندی و رب انار داخل مواد داخلی ماهی اضافه کردین دیگه لازم نیست که از این مواد به دو طرف ماهی بزنید. کمی زردچوبه به دو طرف ماهی میزنید و مواد از قبل آماده شده رو روی قسمت پشت ماهی قرار میدید. کمی پنیر پیتزا روی مواد میریزیم و ماهی رو از قسمت دم به سمت بالا رول میکنیم. ماهی رول شده رو در داخل فر با دمای 200 درجه سانتیگراد قرار میدیم. حدود نیم ساعت لازم هست تا ماهی کاملا مخفوق بشه. 10 دقیقه مانده به پایان پخت ماهی ها رو از داخل فر بیرون میاریم و کمی پنیر پیتزا روی ماهی میریزیم و دوباره داخل فر قرار میدیم. و برای تزیین میتونیم در دهان ماهی از گوجه گیلاسی، زیتون و هویج استفاده کنیم. ویدیو بعدی ما مرغ شکمپر هست، حتما ببینید.